این خانه زیبا را ببین. هر کسی این خانه را ببیند آرزو میکند که انا همین خیل خانه داشته باشد و راحت کرده یانباش کرده خواب رود. کیلاس جان وقتی که تورات میکنی همون محصیات را کشیده پایهایت را بشو خانه کمتر بوی کدیسته. شوکت ببین پسرم، اگر گفتنی این سخنها رو دوام دادن گیری رفته در پشت در دوام گپت رو بیزن. پسرم کار کردنم در کار، تو نمیفهمی مرا. آخر تیاری دیدنم در کار، جماعت تشنه امری معروفی منن. مفاصل آخی خب کرده میتوانی؟ ماما میقد یک بار دیگه گوزنم او پدر. بله انا گپی خوب. کیلاس خوب که باشد بلند بخون مورم بفهمی. تمام بسیار حکمت خوب. بسیار انسان ها رو دیدم که در تن لباس ندارن و بسیار لباس رو دیدم که در درونش آدم نبود. خوب برادر ای چه سخن بود؟ بچه‌ت 7 شب سخنگوی. این سخنها رو کی گفته باشد؟ مولانا؟ او کیه؟ ای شوکت، این مور به همه حالت مولانا رو نمیدونی کیست؟ یه بخدان نشناختمش برادر. ایچ که یکون خیش تبوری تای من. ای برادر در بد نگاه نکن. آخی فهمون ما هم فهمیم که این کی است. تمام مولانا خب کن. خیلی ما را میفهمیدیم این مولانا کی است؟ برادر مولانا شخصی اسلامدان است. تمام برای ترقیات این دین بسیار یعنی کارهای مهم کرده است. اکونومیست زور بود؟ اکونومیست نه دیوانه، حدیث دان. حدیث دان؟ حدیث چی است؟ ای شوکت، تو از هجری هم گذراندی. 1 سوال 2 سوال بس بودگیست. ای برادر به یک سبق آموختن بسیار ثواب خوب دارد. فهمون که این چی است و کی است. پس جناب شوکت خسته رو شسته به مسجد جامعه رو، یعنی من امر معروف دارم، گوش میکنی و یاد میگیری. من با تو از سر نو موضوع رو نقل نمیکنم. وای ما برای امر معروفای تو بلیت گرفته در نوبت ایستادن در کار. تمام شوکت تمام. من یک تون کار دارم، دوی خطبه جمعه و دوی دسترخوان رو از خود باید کنم. کارم بسیار مشکل است. برادر راست گپ کم ترک دیگر بخون، وظیفه مفتی رو میگیری. من پرودوسرت میشم. یک بنری کلان میکنم مینویسم کیلاسی مفتی. بس کن بس. تمام برادر کارت رو بحضور کن. خدا ذهنت رو برو گرداند. آمین برادر. خدا با تو عقل دیه، تو که با عقل شوی برادر. کی باشد؟ با فکرم بوجد اومد. خب کن، سرم رو ویران نکن. کنی پرس کی است؟ کیست آنجا؟